أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب کتاب ریاض الصالحین که حدیث 501 امروز شروع میکنیم ان شاء الله. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 501 میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت والله الذی لا اله الا هو، یعنی قسم به ذاتی که نیست معبود بر حق مگر وی، مگر همون ذات یگانه. این کنت لاعتمد بکبدی علی الارض من الجوع. این کنتو اینجا ترجمه نو می شود، از این حساب خیلی دقت بتید. این کنتو یعنی گاه بودم، این کنتو گاه بودم. لاعتمدو یعنی می خوابیدم، یعنی تکیه می زدم، می پرتوفتم. بکبدی یعنی که به شکمم، به شکمم خودم رو می پرتوفتم. علی الارضی بر بالای زمین، و این خوابیدن خودم پرتوفتن به بالای زمین میگه من الجوع بود، یعنی از گرسنگی بود، از گشنگی میگه خود من همین خیل می پرتوفتم. و این کنت لاشد الحجر علی بطنی من الجوع، و گاه بودم میگه می بستم سنگ را در شکمم از گرسنگی، از گرسنگی زیاد میگه سنگ را در شکمم می بستم. ولقد قعدت یوما على طریقهم الذی یخرجون منه. ولقد یعنی واقعا، قعدت نشستم، میگوید ابو هریره رضی الله عنه میگوید که نشستم یوما علی طریقهم، یعنی روز براه آنها، براه آنها که براه پیغمبر و اصحاب پیغمبر میگذشتگی راه ده، میگه روز نشستم الذین یخرجون منه، یعنی همون راهی که می برایند از همون راهی رفت و آمد میکردگی پیغمبر و اصحاب پیغمبر، قطعی میگه همون راه ده، میگه یک روز نشستم. فمر بی النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه گذشت به نزد من پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فتبسم حین رآنی، پس تبسم کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، میگه حین رآنی وقتی که دید من را، وقتی پیغمبر میگه من را دید تبسم کرد. و عرف ما فی وجهی و ما فی نفسی، و فهمید میگه اون چیزی که در نفس، در روی من هست و اون چیزی که در نفس من هست، یعنی که حالت ما دیده، یعنی که حالت گرسنگی و بگیم در قلب من چیزی میگذرد از گرسنگی را میگه دیدن برابر، میگه عرفه فهمید و دانست. میگه ثم قال، پس میگه گفت ابا هرین، یعنی ای ابو هریره، ابا هرین یعنی که ای ابو هریره. قلت لبیک یا رسول الله، میگه گفتم که در خدمت هستم ای رسول الله. قال الحق، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که الحق یعنی بیا، ملحق شو یعنی که با من باش، یک جا بیا. و مضى فاتبعته، و مضى یعنی پیغمبر راهش رو دوام داد، و مضى یعنی پیغمبر راهش رو دوام داد. فاتبعته، پس میگم من از دنبالش رفتم، از پشت پیغمبر میگه من رفتم. فدخل، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل خانه شد. فاستأذن، پس اجازت پرسید، یعنی اجازت پرسیده رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل خانه شد. فاذن لی، پس اجازت داد من رو، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم. فدخلت، ابو هریره رضی الله عنه میگه پس منم داخل شدم، در خانه در آمدم. فوجد لبنا فی قدح فقال، پس دید، وجد یعنی دید، دریافت کرد یا دید، پس دید پیغمبر صلی الله علیه و سلم شیر را فی قدح در یک کاسه. فقال، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت من این هذا اللبن، یعنی از کجاست این شیر، این شیر از کجا پیدا شده است، این از کجا آمده است. قالو، جواب دادن اهداه لک فلان او فلانتون، گفت هدیه داده است همین شیر را برای تو فلان مرد یا فلان زن، خلاصا نامی کسی را گرفتن که همون فلانی هدیه برای تو را آورده است ای رسول الله. قال، رسول الله گفت ابا هرین، گفت ای ابو هریره. قلت لبیک یا رسول الله، میگه گفتم که در خدمت هستم ای رسول الله. قال،
پیغمبر میگه گفت که الحق الى اهل صفتی فدعوهم لی، میگه گفت برو نزد اهل صفه پس فریاد کن ویها را نزد من. اهل صفه را گفت نزد من فریاد کن. اهل صفه کی است؟ اکنون اهل صفه را حاضر ابو هریره خودش میگه قال و اهل الصفه اضیاف الاسلامی. ابو هریره رضی الله عنه گفت که اهل صفه مهمانان اسلام هستند. مهمانان اسلام یعنی کسانی که میگه لا یأوون علی اهل ولا مال ولا احد، یعنی که اونها کسانی هستند لا یأوون ندارند یا که نمی رفتند. بعد معنی می شود لا یأوون نداشتند، اهل یعنی که خانواده نداشتند، مال ولا مال نداشتند ولا احد و کسی را نداشتند، یا لا یأوون نمی رفتند علی اهل نزد خانواده هایشون، نمی رفتند نزد خانواده هایشون و نه نزد مال هایشون و نه نزد کسی. پس انا همین اهل صفه بود. میگم و کان اذا اتته صدقه بعث بها الیهم، و بود میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم اذا اتته صدقه، هرگاهی که می آوردن برای رسول الله صلی الله علیه و سلم صدقه ای را، برای رسول الله مال صدقه می آوردن. اینجا صدقه مقصد زکات است، مال زکات می آوردن. بعث بها الیهم، می فرستاد رسول الله صلی الله علیه و سلم یعنی همون صدقه را، مال زکات را الیهم به نزد امین اهل صفه. ولم یتناول منها شیئا، و تناول نمی کرد، استفاده نمی بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم از اون مال صدقه چیزی. خود رسول الله صلی الله علیه و سلم از اون مال استفاده نمی برد. و اذا اتته هدیه ارسل الیهم و اصاب منها و اشرکهم فیها. و اذا اتته هدیه، وقتی که پیغمبر ده هدیه می آوردن، هدیه می دادندش، ارسل الیهم می فرستاد همون هدیه را کمیش را به نزد اهل صفه. الیهم یعنی به نزد اهل صفه. و اصاب منها، و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده می بود از همون مال هدیه که واردگیش بودن، از او خود رسول الله استفاده می بود. و اشرکهم فیها، و شریک می گردانید همون اهل صفه را در همین مال هدیه. رسول الله صلی الله علیه و سلم هم خودش می خورد یا هم خودش استفاده می برد، هم به اهل صفه را روان می کرد. فساعنی ذالک یعنی که پس دشوار شد این برای من، دشوار افتاد این برای من، یعنی که میگد این برای من وزمینی کرد، وزمینی کرد. فقلتو، پس میگم من گفتم که و ما هذا اللبن فی اهل صفتی، یعنی چی قدر است این شیر در اهل صفه، یعنی که یک کاسه شیر است، برای یک کاسه شیر اهل صفه را فریاد میکنه، یعنی که میگه در نزد من کمی دشواری افتید، یعنی که خوشم نیامده، از این کار. كنت احق ان اصیب من هذا اللبن شربة اتقوى بها. میگه که بودم من حق دارتر، یعنی من بودم میگوید سزاوارتر، ان اصیب من هذا اللبنی، استفاده برم از این شیر، شربتن یک شربه باشه، یک بگیم نوشاکی، اتقوى بها قوه بگیرم به همین شیر. زیرا که در بالا گفتم من گشنه و بگیم در حالت وزمینی قرار داشتم، میگه گفتم برای من شیرم میداد که یک نوشاکی میخوردم، این بهتر و خوبتر بود، استفاده میبردم خوبتر بود. فاذا جاءوا امرنی، پس هنگامی که بیایند اهل صفه، امرنی امر میکند مرا رسول الله صلی الله علیه و سلم، فکنت انا اعطیهم، پس من بودم که میدادم برای اهل صفه شیرشان را. فهمو، یعنی که یک کم تا میخوردم قوه میگرفتم که برای اهل صفه یک کم کم تقسیم کرده میتونستم، قوه میگرفتم. و ما عسى ان یبلغنی من هذا اللبنی، و ما عسى ان یبلغنی، همه این را ترجمهش شاید نرسد به من. و ما عسى یعنی که نزدیک نیست که ان یبلغنی به من برسد، اگر که ترجمه تحت لفظی کنیم بهتر خوبترش و ما عسى ان یبلغنی، شاید که نرسد به من، من هذا اللبنی، از این شیر. یعنی اهل صفه را فریاد کند این یک کاسه شیر چی می شود، شاید به من نرسد. برای هم گو اگر مرا کم ترک می داد
قوا میگرفتم خوب بود. ولم یکن من طاعت الله و طاعت رسوله صلی الله علیه و سلم بد، و نبود میگه از طاعت الله و طاعت رسول صلی الله علیه و سلم چاره ای، یعنی دیگه راهی نداشتم، باید طاعت میکردم. وقتی رسول الله گفت که برو اهل صفه را فریاد کن نخورده، پس من باید برم فریاد کنم، دیگر من چاره ای نداشتم، بدون یعنی چاره ای، دیگر راهی نداشتم. فاتیتهم فدعوتهم، پس میگه من رفتم میگه نزد اهل صفه، پس دعوتهم فریاد کردم، دعوت کردم اهل صفه رو نزد پیغمبر. فاقبلوا واستاذنوا، پس آمدن میگه اهل صفه و استاذنوا و اجازتی داخل شدن پرسیدن. فاذن لهم، پس اجازت داد رسول الله صلی الله علیه و سلم و اینها رو برای در خانه در آمدن. و اخذوا مجالسهم من البیت، و گرفتن جایهای نشستشون رو در خانه، یعنی هر کس در جای خودش رفت و نشست. قال ابا هرین، یا ابا هرین، میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ای ابا هر، ای ابو هریره. قلت لبیک یا رسول الله، میگه گفتم که در خدمت هستم ای رسول الله. قال، میگه پیغمبر گفت که خذ فاعطیهم، بگیر کاسه شیر رو، فاعطیهم، پس بده برای اهل صفه، یعنی شیر تقسیم که در بین اهل صفه. قال، ابو هریره رضی الله عنه میگه که فاخذت القدح، پس میگه من گرفتم اون کاسه شیر رو. فجعلت اعطیه الرجل فیشرب حتی یروى. فجعلت، یعنی شروع کردم، پس شروع کردم اعطیه، میدادم مرد رو، اعطیه الرجل، میدادم همین کاسه شیر رو برای یک مرد. فیشرب، پس از اون کاسه شیر میگه می نوشید. حتی یروى، تا اینکه سیر میکرد، یعنی بس سری می نوشید از اون کاسه شیر. ثم يرد علی القدح، پس میگه باز میگردون بر من کاسه شیر، یعنی با دست من با میگردون اون مردک میداد بعد سیر کردنش. فاعطیه الاخر فیشرب حتی یروى، پس میدادم میگه این کاسه شیر رو آخر به یک مرد دیگر. فیشرب، پس می نوشید حتی یروى، تا اینکه سیر کند، با تا سیر کردنش میگه می نوشید. ثم يرد علی قدح، پس میگه باز میگردون بر من کاسه شیر را. حتی انتهیت الى النبی صلی الله علیه و سلم، تا اینکه میگه انتهیت، اینه که رسیدم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، تا اینکه یعنی خیلی تقسیم کرده رفتم تا اینکه رسیدم در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و قد روی القوم كلهم، و واقعا میگه سیر کردگی بود همه این قوم اهل صفه، میگه همشان سیر کردگی بودن، که آخرین ده پیغمبر که بود میگه در پیش رسیدیم دیگه اون اهل صفه همه سیر بدن. فاخذ القدح فوضعه علی یده، پس میگه گرفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاسه شیر رو، فوضعه علی یده، پس من میگه کاسه شیر رو در بالای دستش گذاشت کاسه شیر رو. فنظر الی فتبسم، پس ابو هریره رضی الله عنه میگه که پیغمبر نگاه کرد به سوی من و تبسم کرد. فقال، پس میگه گفت که ابا هرین، میگه گفت ای ابو هریره. قلت لبیک یا رسول الله، میگه گفتم که در خدمت هستم ای رسول الله. قال، میگه پیغمبر گفت که بقیت انا و انت، یعنی باقی مونده من و تو، یعنی هر دومون باقی موندیم دیگه، همه شکمو را سیر کردن، از شیر با سری تناول کردن. قلت، میگه گفتم ابو هریره رضی الله عنه میگه گفتم که صدقت یا رسول الله، راست گفتی ای رسول الله، یعنی هر دومون تنها موندیم. قال، پس میگه پیغمبر گفت که اقعد فاشرب، یعنی بنشین پس بنوش از این شیر، بشی جا دو نوشیدن شروع کن. میگه فقعدت فشربت، پس ابو هریره رضی الله عنه میگه پس نشستم و نوشیدم. فقال، بعد نوشیدن میگه پیغمبر گفت که اشرب، یعنی باز بنوش. فشربت، باز میگه نوشیدم. فما زال یقول، یعنی که هنوزم میگه میگفت اشرب، یعنی تکرار میکردم این گپ رو که اشرب بنوش. حتی قلت، میگه قدر نوشیدم میگه که حتی قلت، میگه در آخر یعنی تا این اندازه که گفتم لا والذی بعثک بالحق ما اجد له مسلکا، میگه گفتم که نه، قسم به ذاتی که فرستاده است تو را با حق، ما اجد له، یعنی نمیابم دیگه برای این شیر مسلک و راهی، دیگه جا نیست، یعنی معده پر شد دیگه جا نیست که شیر بنوشم.
قال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که فارینی، فارینی یعنی به من بده کاسه شیر را، فارینی پس به من بده. فاعطیته القدح، پس ابو هریره رضی الله عنه میگه که در دست پیغمبر صلی الله علیه و سلم دادم کاسه شیر را. فحمد الله تعالی، پس حمد الله سبحانه و تعالی را گفت. و سمى و شرب الفضلة، و سمى یعنی بسم الله الرحمن الرحیم گفت و شرب الفضلة و نوشید باقی مانده شیر را. یعنی که همه قوم اهل صفه و ابو هریره هم با سیره خوردن و در آخرش پیغمبر صلی الله علیه و سلم حمد الله گفته و بسم الله گفته اون باقی مانده را نوشید. یعنی که برکت را ببینید که معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری رحمه الله روایت کردگی هست. خب 16 دقیقه شد، بگون حدیث دیگر میگیریم. خب حدیث 502 و عن محمد ابن سیرین، از محمد ابن سیرین، عن ابی هریره رضی الله عنه قال، از ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده میگوید گفت، قال ابو هریره رضی الله عنه گفت که لقد رأیتنی و اینی لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون وما بي إلا الجوع. رواه البخاری. خب میگد که محمد ابن سیرین میگد ابو هریره رضی الله عنه گفت که لقد رأیتونی، یعنی واقعا بیاد دارم و اینی لأخرجو، و هر آینه من بودم میگه لأخرجو یعنی می غلطیدم فیما بین منبر رسول الله صلی الله علیه وسلم، یعنی در آن جایی که بین منبر رسول الله بود و الی حجرت عایشه، بین خانه حضرت عایشه مادرمان رضی الله عنها بود. میگه مغشیا علیه یعنی بیاد چیده می غلطیدم، میگه لأخرجو می افتیدم یعنی که بیاد چیده می غلطیدم، فهمو؟ یعنی از هوش می رفتم. فیجی الجائی، پس میگم می آمد راهگذری، می آمد یک آدمی آینده یا راهگذری، میگم می آمد. فیضع رجله علی عنقی، پس میگم می ماندک، می گذاشتک پایهایش را، هم آدمی راهگذر علی عنقی در گردنم، میگه در گردنم پاهاش می ماندک. و یرا انی مجنونون، و گمان میکرد فکر میکرد میگه که انی مجنونون من دیوانه هستم، یعنی که وقتی غلطیدگی میدید میگه فکر میکرد که من دیوانه هستم، پاش میگه در گردن میمون. و ما بی من جنونین، اما میگه نبود در من یگان دیوانگی، یعنی من دیوانه نبودم. ما بی الا الجوع، نداشتم من، نبود به من چیزه مگر گرسنگی، یعنی من گرسنه بودم، از گرسنگی بیهوشیده میغلطیدم، میگه. خب رواه البخاری، و این حدیث را امام بخاری روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 403 و عن عایشه رضی الله عنها قالت، و از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم و درعه مرهونة عند یهودی فی 30 صاعا من شعیر، یعنی وفات کرد، توفی وفات کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم و درعه مرهونة عند یهودی، و درعی یعنی که زره همون چیزی لباس جنگیدگی رسول الله صلی الله علیه و سلم مرهونه بود، یعنی که به گرو گذاشتگی بود، این در یهودیین در نزد یهودی. و درعه و واو حالی است، و در حالی که زره پیغمبر صلی الله علیه و سلم به گرو گذاشتگی بود در نزد یهودی، یعنی رسول الله در همین حالت میگه وفات کرد فی 30 صاعا من شعیر، یعنی در مقابلی، فی در برابر یا در مقابلی 30 صاعا یعنی 30 صاع از جو، یعنی 30 صاع جو از یهودی گرفتگی بود، به گرو در جاش چرا ماندگی بود، میگه همین درعش ماندگی بود، زرهش. در همین حالت پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه وفات کرد. متفق علیه،
حدیث متفق علیه هست. پس این بود حدیث 403. بعد از این حدیث 504 حدیث 503 بود. ایش حدیث 504 اینش ان شاء الله درس آینده. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.